این یه دستگاه بوده که تمام ویدیوهاش الان موجوده، کنم بذارم، و برای یه سری تعمیرات داده شده به یه سری افراد ظاهر تعمیرکار که عیب تراشی میکنن و پول مردم رو میخورن. حالا میگه خودشون و وجدانشون. دستگاه واسه یه سری عیبیابی ها رفته تعمیرگاه. اول گفتم پمپچه هاش خرابه، دیگه ما پمپچه ها رو تعمیر کردیم، نو کردیم، مشکل دستگاه رفت نشد. دیگه بعد فهمیدن که آقا اصلا دستگاه موتور زد، اصلا پمپچه رفتی نداریم. اگه ایشون دستگاه رو 1 ساعت روشن میکرد یا الان میدید کافی بود. دیگه حین تعمیرات و توسط افراد ناشی چیه دستگاه گم میشه، توربو دستگاه گم میشه، میل سوپاپ دستگاه گم میشه و هی امروز فردا امروز فردا امروز فردا موتور به صورت خاموش تحویل داده شده. حالا دیگه داخل موتور چی باشه چی نباشه معلوم نیست. حالا انسانی که اینقدر وجدان نداشته باشه کار رو درست تحویل نده، یعنی دستگاه رو به صورت بسته تحویل بگیره، به این صورت تحویل بده، واقعا فکر نمی‌کنه وجدانی داشته باشه که بخواد اصلا به چیزا فکر کنه. و اصلا واحدشون ببینید، این یه واحد XA136 اصلا تکون نمیخوره، اصلا معلوم نیست با چی این کار کردن نکردن. این باک و دستگاه سوراخ نشده، نه رد چی اصلا خدا میدونه. دستگاه فیلمش موجوده که به چه صورت بوده، سالم بوده. فقط قرار بود یه تعمیر موتور بشه که اصلا یه عیب گیری نشد، که هیچ روشن نشد، که هیچ، کلی هم خسارت. نزدیک 1 سال دستگاه خواب بوده. و اینا واسه چی گفته میشه؟ واسه اینکه هر کسی که 2 تا آگهی گذاشت، 4 تا ویدیو گذاشت، اینا باور نکنین آقا. اینا واقعا برین تعمیرکار رو صحبت کنین، سابقه کارش رو چک کنین. اینجوری واقعا مردم فقط متضرر میشن. بعد 2 سال یه دستگاه خواب باشه، بعد 2 سال دستگاه بیاد که چه فایده.